اگر ما این هم خیلی دستگیری نکنیم، برادرامون دستگیری نکنیم، ایدرو فقط تماشا کنیم، روزش میرسه که حال ما و معمول میشود. ای برادرو، در خاطر الله، به خاطر الله ای خدا بترسیم. خیلی باید هر چیز دستگیری کنیم، هر یک برادر دستگیری کنیم. مقصد او ایدرنی تاجیکستان همه حقیقت گفت، والله راست میگه. تاکسیستا را غم داده است، همون تاکسی 5 روزش 40 سوم 50 تا 60 کار میکرده، او آدم گودال داده چی میشوه؟ یا اشترافش میکنن 540 سومون. خیلی دایم ما دو بار. برادران هیچ نباشه دفاع از امون برادر کنیم. باقی دومان خدا گفته ما اینمیای اینه برادر رو دستگیری کنیم، ویدیو ویزو کنیم، دستگیریش کنیم. برادر همه حقیقت گفت. بس ایوخی همی که غم دادم، بس ای به خاطر خدا، به خاطر الله. ای برادران اخی جانمون خداوند داده است، با خداوند میمرونه. اگر مونیم با پیش خداوند میریم چی میترسیم؟ والله من خالص حلیلان وایش که استم ویدیو ویزو که پرتوته استم که مقصد همین روز ولی کم بغل ولی یک خش تواره ای تاجیکستان زن خودم در موجر مینتیم تاجیکستان همون خش توار زن میزنن داد میگن. یک اینچه آرد 300 قریب تایی 300 سوم رفته میگه 5 لیتر روغن 90 چند سومونه. کم بغل بمره جو بروا. باقی دوامانی الله باشیم برادران، دستگیری کنیم. سلام علیکم. این پرادکت دارن نگویم میشوایی خیلی ای پرادکت های خیلی خسته است یا اویلیک نیست، جای کور نیست در تاجیکستانی. چیگه پای خودش این بدبختا کجا در نگاه داره، کجا داشته؟ همه خونه خودش گرم باشه، شکم خودش دم کده، سیر کده ششته، فکر مردم ها نمیکنن. بدبختا یا فکر مردم ها کنه یا ابلاش میاد میگه 1000 سوم 200,000 300,000 بده برای که بچه تا در خدمت نمیباریم نمیخوابیم. این چیگه پای خودش؟ یا چی کار کردن یا چی کردن سومتی آخی در تاجیکستان کار نیست سوم نیست. کجا بتیم؟ وردیم که در همه برادر رو خیلی ظلمی بسیار کردن. ما باید خب نشینیم، ما باید برویم دفاع کنیم. ای مردمی تاجیکستان بروی پیش سامانی ما بریم آخی ما را میریم انشاءالله الحمدلله دفاع میکنیم برای وطن خودمون مسلمان ها. خب نبسته هم کم باشد ویدیوهای خود را ثبت کنید. اینا من در همین شهر روسیه در ایرکوتسک تاکسی میزنم، یگان دکمنت ندارم تا حاضر ملیسا مندم نمیکنم. آخی چیکار کنیم؟ میفهمن که کرانتینای